ایشانی لالا طارق سلام جوره بخیری سلامتی اورو چیکار میکنیم این شیشتی واس ما واز بکیری چیکار کنیم به خونه دل ما بسارم دل ما بترقید میونده دادقه این پر چیشتی یعنی به تو ما یک گپ بگم طارق من چند وقت هستی بیکارم دنبال کارم کاری جای سراغ داری بریم کار کنم خودم یاری برو ما ازم دامه که میشه یک ساعت میشه بشیشتم به 50 نفر زنگ زدم آخر گوشیم پول خلاص کرد پول یعنی که هر دم شاش بندازی مردم زنگ میزنم بزیم اسپرم خدای به خیلی کسا سپردم کار پیدا کنم برو چکار کنیم طارق جو زندگی من که خرابه محجی شده مثل و کار جور کنم بیکار که چی به کار دیگه بابا زندگی نگو که ما از تو بدترم به تاکی سوم دیف کنی و لطکونه میخوری خودم بیا بریم از صبح کار پیدا کنم هر چی شده بریم کار کنم قرمه زندگی تو نه که فلان که روتی شده بریم کار کنم شهرم جان دنبال کار باید باشه نمیشه هستم با خونه میرم پیار منجی گپ بزنم میبر میام ای گپ بزنم کیسه از این برکلی خود شما خود 4 تا رفیق پیری رفتم جوان بی پول کی ماه راجو باید کار کنی خیلی سپردم خدا بزرگه نکه رفتم باز از سباب اینه خدا به دنبال کار هم پیگیر باشه با زنگه بزن خدا حافظ برو خدا حافظ کار با کجا می یک ماه میشه و بچه ها بسپردم که کار بهم پیدا کن میریم به دنبال کار میگردیم تو را تخیام کش میکنه بیا برو سر کار برو ساختمان این کار معلوم میشه احتمالاً کارگر مایم برون سعی کنم کارگر مایم برون کار کنم سلام علیکم و علیکم سلام مونده نباشه شما اینجا کار میکنم بابا آره اینجا کار من چند وقت بیکارم دنبال کارم شما کارگرم میخوایم بیام کار کنم پیش شما آره میخوایم با استواکار هم صحبت کنیم ببینیم چی میگه استواکار شما کجا برو من استواکار آمدونه خیلی بیدن زنده باشه باشه دیار بشه زنده باشه خدا سلام علیکم خوب هسته؟ نه باشه خوبه خیلی سلامت راستیتش دوستان چند وقتی بیکارم دنبال کارم کاری هست که من اینجا بیام کار کنم انجام بدم بله چرا که نیه کار فقط ما حقوق زیادی نداریم برای کارگر بدهیم و کم هم نمیدیم زیاد هم نمیدیم شما راضی میشید اگه این شرایط ما موافق هستیم مشکل نداره شما میتونیم از فردا بیاین دست به کار بشیم ولی خب کاربار ما کار برق دیگه کار ما سبکه سنگین نیه واسه همون با کمک باید ارزون تر حساب میکنه برای کارگرها خود یعنی مال چند نفر کارگر داریم دارن کار میکنن اگه شما موافق هستین مشکل نداره صبح بخزیم بیایم میشه که از اول صبح دست به کارش خودشون خیلی بیدم استاد زنده باشم پس من از صبح میام مشغول به کار میشم از شما درد نکنه خیلی بیدم خداحافظ
چی شد امینه؟ دست نگرد داشت همینه دیگه هرچی صبح میکنم نمیشنه یعنی ندگره دست نگرد بذار فنر بیا بزن پایین باش چیکار کردی؟ خوب هسته این کار کجا رسونده؟ واحد خلاص کرده این یک واحد مونده آخریشه اونم حالا جمع میکنن خلاص میشه چطور که دکمون هم بکنه که بیایم به سراغ کارا سیما تلفن باشه چشم حال میکنم خیلی